دو تا تکنیک حرفه‌ای میخوام بهت یاد بدم که اگر این دو تا تکنیک رو رعایت کنی میتونی پترن ترکیبی رو به راحتی اجرا کنی. برای اجرای پترن‌های ترکیبی اولین قدم چرخش کاپ و همون ریورسه که توی این ویدیو قراره باهاش آشنا بشی. برای اجرای پترن ریورس یا معکوس دسته کاپ باید به سمت بیرون دست خودتون باشه. به این موضوع دقت داشته باشین، توی پترن‌های ریورس انگشت شستتون میاد پایین کاپ و با انگشت‌های دیگه قسمت دیگه کاپ رو نگه می‌داریم که راحت بتونیم کاپمون رو تو همون زاویه بچرخونیم. رفقا توجه داشته باشین، انگشت شست من پایینه، بقیه انگشتا بالا قرار گرفتن، کاپ منم حدود 70 درجه متمایله. پس از زیرسازی 3 تا تولیپ از این طرف اجرا می‌کنیم بدون اینکه کاپمون تکون بخوره توی همون زاویه، کاملا میچرخیم تا دسته کاپ برگرده سر جای اولش.